ایشون آقای جان گاتمنه. جان گاتمن یکی از اون خفناست که تو زمینه روابط زناشویی کار میکنه و کلی تحقیق و پژوهش انجام داده. یه اصطلاحی داره آقای جان گاتمن به نام 4 سوار آخرالزمان، یعنی 4 تا رفتاری که مثل یه آژیر خطرن برای یه رابطه. اگه این 4 تا رفتار رو توی رابطتون دیدین، باید بدونین یه فکری باید به حالش بکنین. امروز میخوایم در مورد این 4 تا رفتار صحبت کنیم و ببینیم چطور میتونیم ازشون جلوگیری کنیم. سلام بچه‌ها، علی هستم. اولین سوار و اولین رفتاری که آقای جان گاتمن میاد بهش اشاره میکنه انتقاده. جان گاتمن میگه آقا تو هر رابطه‌ای یه سری گله ها و یه سری شکایات هست که خیلی هم طبیعیه. مثلا از اینکه مثلا همسرش ظرفا رو درست نمیشوره، مثلا به خونه نمیرسه، یا اینکه مثلا همسر دیر میاد خونه. میگه این یا یک سری گله ها و شکایاته که تو همه روابط هست. میگه اینا وقتی بده که تبدیل میشه به یک سری انتقاد مخرب. حالا فرق گلایه و انتقاد مخرب چیه؟ که اینجا جان گاتمن میاد خیلی قشنگ فرق این دوتا رو میگه. جان گاتمن میگه آقا گلایه در مورد یه رفتار خاصه، مثلا این که عزیزم امشب یادت رفت زباله ها رو بذاری دم در. میگه این میشه همون گلایه، یعنی در مورد یه کار خاص شما یک نظرتو به همسرت گفتی. اما انتقاد مخرب چیه؟ جان گاتمن میگه آقا توی انتقاد مخرب ما حمله میکنیم به شخصیت طرف. مثلا اون فردی که زباله رو نذاشته دم در، به جای اینکه بگیم آقا زباله رو چرا نذاشتی دم در، حمله میکنیم به شخصیتش. میگه آقا تو چقدر تنبلی، تو چقدر بی‌عرضه‌ای، تو چقدر شلخته‌ای، تو چقدر بی‌نظمی. اینجوری ما داریم به شخصیتش حمله میکنیم، نه به اینکه آقا چرا مثلا زباله ها رو نبردی دم در. این میشه همون انتقاد مخربه که به جای که ما بیایم کار طرف رو نقد کنیم، میایم شخصیت طرف رو له میکنیم. یه چند تا مثال کوچیک دیگه بزنم. مثلا گلایه، مثلا تو دیروز یادت رفت تولدم رو تبریک بگی. این میشه یه گلایه. خب کار خاص، معلوم، مشخص. انتقادش چی میشه؟ تو همیشه بی فکری، تو هیچ وقت منو دوست نداری، تو همیشه منو یادت میره. اینا میشه چی؟ اینا میشه اون انتقاد مخربه که هیچ کار خاصی اصلا هیچ چیش معلوم نیست. و جان گاتمن میگه آقا انتقادای مخرب، این کارهایی که به شخصیت حمله میکنه، کم کم اسب و زین میکنه برای سوار دوم، یعنی تحقیر. خب قبل از اینکه مورد دوم بگم، اگه تا اینجای ویدیو باحال بوده بچه‌ها، حال کردید، لطفاً کانال رو ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. دمتون گرم. بریم سراغ سوار دوم، یعنی تحقیر. تحقیر یعنی چی؟ جان گاتمن اینجا میاد تحقیر رو تعریف میکنه. اون تعریف چیه؟ جان گاتمن میگه آقا تحقیر یعنی این که من بیام با یه لحن تمسخرآمیز و توهین‌آمیز با طرف مقابلم صحبت کنم و سعی کنم کوچیکش کنم، بهش چیکار کنم؟ بهش یک حس بی‌ارزشی بدم. مثلا بیام بهش تیکه بندازم، یا حتی مثلا بیام با حالت چهره‌ام، با حالت بدنم بهش چیکار کنم؟ بهش بی‌احترامی کنم. تحقیر خیلی بچه‌ها جان گاتمن میگه بده، خیلی میگه مخربه. میگه تغییر اون بنزین رو آتیش اون اختلاف است. میگه تغییر باز میشه یک حس کینه، یه حس نفرت به طرف مقابلت پیدا کنی. باید خیلی مواظب این سوار باشید و سعی کنید آقا تحقیر نکنید طرف مقابلتون رو. چند تا مثال بزنم بچه‌ها از رفتارهای تحقیرآمیزی که انجام میدید. مثلا میگه آقا تو هیچ چی نمیشی، مثل بچه‌ها رفتار میکنی، تو حتی نمیتونی یه کار ساده رو درست انجام بدی، تو بی‌عرضه‌ای. یا میاد از القاب زشت و توهین‌آمیز استفاده میکنه. حالا من اینجا نمیتونم اونا رو بگم. مثلا میاد از القاب زشت و توهین‌آمیز استفاده میکنه. یا مثلا بچه تو خونه است، حالا این پدره داره یه جای کار میکنه، یه مسئول، یه مدیر، کلی کارمند زیر دستشن ها، یه دفعه برمیگرده به بچه میگه آقا تو هم مثل بابات هیچ چیزی نمی‌دونی، تو هم مثل بابات بی‌عرضه‌ای. یعنی داره به بچه میگه، ولی داره مثلا اون پدره رو خورد میکنه. که حالا اینا واقعا حس کینه به حس دشمنی میاره که اصلا نباید انجام بشه. و جان گاتمن میگه آقا وقتی یکی مدام تحقیر نشه، مدام مورد تمسخر قرار نگیره، اینجا میاد اسب سوم رو زین میکنه و اون حالت تدافعیه. جان گاتمن توی بخش سوم میگه آقا وقتی یکی داره مدام ما رو تحقیر میکنه، واکنش طبیعی ما اینه که بیام چیکار کنیم؟ از خودمون دفاع کنیم و بگیم آقا ما اونقدرام بد نیستیم. مثلا اگه همسرمون بهمون میگه تو خیلی ول خرجی، ممکنه جواب بدیم آقا من اونقدرام خرج نمیکنم. خیلی هست که از من چی بیشتر دارن خرج میکنن و این میشه همون حالت تدافعی که یک انسان به خودش میگیره. جان گاتمن اینجا باز میگه که آقا این مشکل این حالت تدافعی میدونید چیه؟ مشکل این حالت تدافعی اینه که آقا اون دوتا فردی که دارن با هم هی کلکل میکنن، میگن هی تو موضع خودشون میمونن. میگه این مشکل وسطه، این مشکل رو نمیان حل کنن.
میگه این تو موضع خودش میمونه، اینم تو موضع خودش میمونه. حالت تدافعی فقط بدیش همینه که افراد تو موضع خودشون نگه می‌داره و یه جوری لجباز و لجوج میکنه. بزن یه مثال بزنم بچه‌ها بحث جا بیفته. مثلا مرد میاد تو خونه با یه حالت تحقیر که گفتیم سوار دومه، شروع میکنه با حمله میکنه به همسرش. میگه آقا این چه وضع خونه است؟ خونه همیشه نامرتبه. نمیگه فقط امروز مثلا یک کم خونه نامرتبه، میگه همیشه خونه نامرتبه. میشه همون حالت تهاجمیه. زن میره تو حالت تدافعی. چی میگه؟ میگه آقا من پریروز خونه رو جارو کشیدم. اصلا خودت داری خونه رو به هم میزنی، تو بچت داری خونه رو به هم میزنی، خونه رو کثیف میکنی. من که خونه رو خوب تمیز میکنم. برو زنای دیگر رو نگاه کن، اونا ببین خونه هاشون چجوریه. ببینید میرن جفتشون تو حالت تدافعی. نه باز مرد میگه چی؟ میگه نه تو همیشه خونه کثیفه. ببینید اون سوار دومه باعث سوار سوم میشه که حالت تدافعی. بعد این دو تا فرد تو موضع خودشون میمونن و کار بدتر میشه. و اینجایی که جان گاتمن میگه احتمالاً سوار چهارم میاد وسط، یعنی سکوت. جان گاتمن میگه آقا وقتی یکی مدام مورد تحقیر و توهین قرار نگیره، میگه یه جایی میبره دیگه، میگه بعد میزنه به سکوت و دیگه هیچی براش مهم نیست. میگه حتی از خودش دفاع هم نمیکنه، ساکت میشه. مثلا میگه میاد مثلا میگه با یه باشه یا با یه آها اینجوری، میگه خیلی خلاصه صحبت میکنه و میگذره. و یا اینکه مثلا سعی میکنه اصلا با طرف مقابلش روبرو نشه. و اینجایی که جان گاتمن میگه آقا این سکوت خیلی بده، یعنی قطع ارتباط عاطفی و ایجاد یه دیوار بتونی بین دو نفر. میگه فکر نکنید این سکوت خوبه، اصلا این سکوت خوب نیست و میتونه حتی شروع این باشه که این رابطه دیگه داره فاتحش خونده میشه و شاید دیگه نشه برگشت. یه نتیجه گیری خیلی سریع با هم دیگه داشته باشیم. اگه هر کدوم از این 4 تا نشونه رو توی رابطتون داشتید، یه جای کارتون داره میرنگه و اون رابطه داره میفته تو خطر. اگه این رفتارها زیاد دارن تکرار میشن، بدونید دیگه خیلی دیگه زنگ هشدار براتون به صدا در اومده و امکان این که بریم به سمت طلاق خیلی زیاد شده. جان گاتمن میگه اگه این نشونه ها رو توی روابطتون دیدین، میگه برید پیش مشاور و از یک مشاور حتما کمک بگیرید تا بتونید رابطتون رو زنده کنید و یه زندگی خوب و سرحال داشته باشید. ببینید بچه‌ها اینا خیلی نکات مهمی بود. یه وقتی هست ما یک زخمی خیلی باریکه، خیلی کوچیکه، با یه چسب و زخم درست میشه، ولی بهش توجه نمی‌کنیم، عفونت میکنه، باز میشه، انقدر بد میشه که مجبورن بیهوشمون کنن، برن عملمون کنن. نذارین رابطتون انقدر مشکلاتش بره جلو. این 4 تا سوار هر چی میخوام بتازونن تا یه جایی دیگه واقعا اصلا نشه کارش کرد. اگه همچین مشکلاتی رو تو زندگیتون میبینید، حتما برین پیش یه مشاور و سعی کنید اصولی مسائلتون رو حل کنید. دمتون گرم که تا اینجا همراه بودید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. توی کامنت ها برای من بنویسید که نظرتون در مورد این ویدیو چیه. خدا نگهدار.